اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یک شنبه. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله می گوید جهان نباید دیگر بالای افغان ها زور آزمایی کند و به جای آن باید با افغان ها تعامل بهتر کند. خلیفه سراج الدین حقانی همچنان از جهان خواست تا سلسله محکومیت ها را بر افغان ها پایان دهد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در مراسم تجلیل از 104مین سال روز استرداد استقلال کشور گفت امارت اسلامی افغانستان را در میدان سیاسی همتای جهان می سازد و از نگاه اقتصادی نیز به خودکفایی می رساند. سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم تجلیل از 104مین سال روز استرداد استقلال کشور گفت از آزادی به دست آمده به قیمت سر و جان حفاظت میکنیم. مولوی محمد یعقوب مجاهد به ملت اطمینان داد که با تمام توان تلاش میکنیم تا افغانستان دوباره به سمت جنگ، ناامنی و تاریکی نرود. مسئولین بندر تجارتی حیرتان میگویند آمریت اداره نرم و استاندارد در 4 ماه اول سال جاری 1402 هجری شمسی 200 میلیون و بیش از 55,000 افغانی جمع‌آوری کرده است. قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح کشور در برنامه حسابدهی دولت به ملت از افزایش 44% نیروهای سرحدی خبر داد. آقای فطرت میگوید این افزایش در مرور تشکیلاتی سال 1444 هجری قمری وزارت دفاع ملی صورت گرفته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ می گوید برای نخستین بار یک محموله صادراتی انگور کشور از این ولایت به روسیه انتقال شد. با گفته مسئولین این اتاق این محموله شب گذشته از طریق بندر حیرتان به ازبکستان و از آنجا به روسیه انتقال داده شده است. وزارت امور داخله می گوید فردی به نام محمد امین که 3 روز پیش از سوی آدمربایان ربوده شده بود در یک عملیات نیروهای قطعه خاص در مربوطات ولسوالی پغمان کابل از چنگ آدمربایان نجات داده شد.